دوستان سلام، نسیم نژادم. امروز اومدم دوباره یه نکته دیگر رو بگم، اما این بار به مدیر عزیز. وقتی میبینی همکاری، در واقع پرسنلت، اینجوری بگم پرسنلت وقتی میاد داره دنگ یکی از همکارا رو میزنه، یکی از پرسنل‌های دیگر رو داره در واقع زیرا به اونو داره میزنه، بعد اونو داره میگه یا هر چیزی، اگر میخوای تو سازمانت فرهنگ سازمانی مناسب داشته باشی، اگر میخوای یه سازمان قوی داشته باشی، به جای اینکه در واقع دل به دلش بدی و اینکه بگی که آره من اصلا فلان میکنم یا نمیدونم برخورد میکنم فلان، یا حتی اصلا بهش نگی اما بعدا ریاکشنت رو نسبت به اون فردی که در واقع زیرا بهش زده شده بخوای نشون بدی، ضعفت رو در واقع داری نشون میدی. یکی از روش‌های برخورد با یک همچین آدم‌هایی که در واقع سمی هم هستن، سازمان رو هم میتونن کاملا به هم بریزن، اینه که اون فردی که داره زیرا به همکارش رو میزنه بگی همونجا وایسه، اون همکاری هم که در واقع داره، اون فردی که در واقع داره زیرا بهش زده میشه رو هم صدا کنی تا دوتا رو در روی هم دیگه قرار بگیرن. بهت قول میدم که حداقل 90% همین که دیگه این اتفاقا پیش نیاد و جلوش گرفته میشه، و اینکه اون کسی که در واقع شیوه کارش با زیراب زنی و با کارها و رفتارهای سمی توی سازمانت داره شکل میگیره، همین که جلوی رفتار اون گرفته میشه، همین که یک همچین چیزی اگر دهن بدن تو سازمان بچرخه، در واقع همه پرسنل و همه کسایی که دارن در واقع سازمان کار میکنن متوجه میشن که مدیر قاطعی هستش، و اگر کسی بخواد زیرا به کسی رو بزنه و دنگ کسی رو بزنه، قطعا اون مدیر اون کیفرد رو هم صدا میکنه تا حتما نظرات اون رو هم بشنوه. من بارها و بارها دیدم که وقتی این اتفاق میفته واقعا نتیجه خیلی مثبته. خواستم این رو از این تریبون اعلام بکنم که اگر میخوان یک سازمان قوی داشته باشید، یک محیط کار ایمن و سالمی داشته باشید، یکی از راه‌ها و روش‌هاش اینه که اجازه ندید که افرادی که سمی هستن بیان و دنگ، در واقع بالا من عامیانه دارم میگم، دنگ همکاراشون رو بزنن و بهشون این فرصت رو ندید که این اتفاق انجام بشه، چون مطمئن باشید یه بارش میشه 2 بار، 3 بارش میشه 4 بار و ادامه پیدا میکنه. مخلصیم. نسیم نژادم. ارادت.